سلام، اینجا مجله بلوفرانت. این قسمت اول از خبرنامه هفتگی بلوفرانت. سعی میکنیم هر هفته ترند و اخبار جامعه فرانت و ایران جهان رو مختصر و سریع بیانش کنیم. این هفته یک سری نتایج وضعیت از HTML و جاوا اسکریپت داریم، بازگشت دوباره فرانت اند دیولپر هندبوک و کلی خبر در مورد آپدیت مرورگرها و خبری از رقیبی جدید برای کنون. توی سال 2023 وبسایت State of HTML اومد یک نظرسنجی و آماری رو به دست آورد از کاربرایی که دارن از HTML استفاده میکنن. توی این نظرسنجی بیشتر از 20,000 تا کاربری که از HTML استفاده میکردن آمار و نظر خودشون رو در مورد HTML گفتن. به صورت کلی اطلاعاتش این بود که اکثر دیولپرها هنوز از ضعف و سختی کار با فرم ها و اینپوت ها مشکل داشتن. خیلی از فیدبک ها نشون میداد که وب کامپوننت ها نسبت به قبل به شدت محبوب شدن. رده بندی سنی که داشتن از HTML استفاده میکردن بین 30 تا 39 سال بود. درآمد سالانه‌ای که به دست می آوردن اکثریت 50 تا 100,000 دلار بود. همچنین خیلی از افراد هم شاکی بودن از یک سری از تگ ها و قابلیت های HTML و CSS که هنوز خیلی از مرورگرها ساپورتش نمیکنن و در کل نمیتونن ازش استفاده کنن چون یوزر قرار نیست آنچنان ببیند. این اطلاعات کلی این نظرسنجی بود. من لینک کاملش رو براتون میذارم داخل لینک داخل کپشن. اگه دوست دارید برید بیشتر در موردش مطالعه کنید حتما یه سری بهش بزنید. جاوا اسکریپت دومین نظرسنجیه که داخل این خبرنامه داریم بهش میپردازیم. مثل HTML سال گذشته از کاربران فیدبک ها رو دریافت کرد. چیزی حدود 23500 کاربر داخل این نسخه شرکت کردن که طبق نتایج ریاکت همچنان به عنوان پکیج پیشتاز جاوا اسکریپت انتخاب شد، در حالی که ویو به رتبه دوم صعود کرد و انگولار به رتبه سوم رفت. نکست جی اس برتری خودش رو نسبت به دیگر متا فریم ورک ها افزایش داد، ولی در حالی که الکترون و ریاکت نیتیو به شدت برای کسب رتبه برتر در میان کیت ابزار موبایل و دسکتاپ تلاش می‌کردند، بیش از 70% پاسخ دهندگان عمدتاً هنوز از تایپ اسکریپت استفاده کردند. کودی لایندلی و فرانت اند مسترز با نسخه جدید فرانت اند دیولپر هندبوک برگشت. این مجموعه بود که خیلی انتظارش می‌کشیدن، مخصوصا خود من که در سال 2019 متوقف شده بود. حالا دوباره با نسخه جدید خودشون برگشتن. لینک این مجله هم داخل لینک کپشن قرار داره. پیشنهاد میشه حتما یک بارم که شده مطالعهش کنید. اخبار مرورگرها رو با آرک شروع میکنیم. مرورگری که چند سال روی مک و iOS خبرهایی بلند میشد ازش که در طی این هفته پا توی میدونی جدید گذاشت، جایی که کروم توش پیشتازی میکنه. نسخه ویندوز مرورگر آرک اومد و استقبال گرمی هم ازش شد، مخصوصا در پلتفرم‌های دیورج و تکرادار به شدت نقدای مثبت و خوبی از سمت کاربرا داشت. همچنین چیزی که مدیران آرک گفتن، هدف از این مرورگر اینه که تبدیل به یک سیستم آمن اینترنتی بشه که میتونه به شدت جذاب باشه برای کاربران. در کل خبر خوبی حساب میشه. اگه دنبال تست کردن اپ‌های متفاوتید، پیشنهاد میشه از این مرورگر حتما استفاده کنید. در ادامه چند تا آپدیت از مرورگرها میخوام بگم که این آپدیت‌ها صرفا داخل این هفته یا اخیراً نیست. دارم آخرین آپدیتی که مرورگرها داشتن رو بیانش میکنم. کروم یه آپدیت داشته. تو این آپدیت تغییرات بیشتر در دیولپر آپشن بود که از این به بعد لاین هاوس 12 به بالا رو پشتیبانی میکنه. همچنین کلوز واچر API که برده بودن دوباره برگردوندنش. فایرفاکس هم در آخرین آپدیت خودش بیشتر روی امنیت خودش مانور داد. اومد و گفت دیگه در زمان اشتراک لینک ها پارامترهای ردیابی رو ارسال نمیکنم. همچنین حالت جدیدی از فشرده سازی رو قرار پشتیبانی کنه که ZSTD نام داره که به شدت در سایت هایی مثل فیسبوک استفاده میشه. خبرهایی از نسخه بعدی سافاری یعنی سافاری 18 بتا هم هست که چون خیلی کامل نیست اخبارش و منابعش از نظر من معتبر نیست، داخل این پادکست بیانش نمیکنم. ولی اگه دوست دارید در موردش مطالعه کنید، لینک منابعش رو براتون میذارم. اگه خواستید حتما بهش سر بزنید. خیلی متشکرم که تا آخرین قسمت از خبرنامه بلوفرانت رو گوش کردید. امیدوارم لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید و با فالو و ساب کردن ما در پلتفرمی که دارید گوش میدید به ما کلی انرژی میدید. من محمد هستم و این تازه شروع ماجراست. یک شنبه آبی و بدون باگ براتون آرزو میکنم.